چرا عوض شدی هارون؟ چرا؟ هارون کنی با اینجا بیا. پسرم دلم با تو میسوزد. با خدا از دستم چیزی که اومد کردم. با تو راستش رو میگویم. سعیده مرا گوش نمیکند. با پدرش رفتگی یک رو است. پسرم او با تو زن شدن نمیتواند. دیدی از حاضر چه عذابت میدهد. بعدی خانه دار شوی با سر چهار مغز میشکند. او را فراموش کن پسرم. خدایا کی با اینجا میآید. خوش آمدی پسرم. خوش باشید مادر جان. با آمک حمزه گپی دارم. آن کس در خانه‌اند؟ آی حاضر بر اومد لیکن زود میآید. خودش به من گفت یک کاری ضرورش بر اومده است. بیا پسرم بیگانه نیستی. خانه امکت. او اهمیت نده. او یک وحشی است. مثل تو با مدنیت نیست. سعیده او رو رد کرد. از همین سبب مثل دیوانه ها میگردد. میترسم که به سرمون یکم بلا نآورد. خیر یعنی هارون و سعیده جدا شدند. مالش مادر جان من اکنون میروم بعد باز میآیم. خدا حافظ پسرم. خدا حافظ. مادر جان سعیده رو جیغ زنید. با او یک مرتبه گپ زدن میخواهم. التماس. سعیده از من چی میخواهی هارون؟ چی میخواهی؟ فکرت پسرم چیکار میکنی پسرم؟ با کجا پسرم؟ باید با آلیا گپ زدم. پسرم با این احوال به هیچ کجا رفته نمیتونی. خدا نشان ندهد اگر رفتی یک عمر معیوب بمونی. این عذاب وجدان مرا میکشد مادر. باید او را ببینم. بخشش پرسم. پیش پایش رفتم. پیش راهم را نگیرید مادر. خواهش میکنم. پسرم نمیشود. چند مرتبه به تو گویم نمیشود. مرا میشنوی نمیشود. فرزندانم را پسبال شدم. علیا را بچه های خودم را دیدن میخواهم. اگر لازم آید کسیده میروم. از او بخشش میپرسم. نمیشود پسرم. چی گپی مرا گوش کن. خوش میشود. چی من نمیفهم. اگر آخر با این احوالت به کجا میروی پسرم؟ خدا برزد. فکرت پسرم مادرت راست میگوید. باید با علیا گپ زدم. این عذاب وجدان مرا میکشد. زیر نشو پسرم. تشکر مادر جان. خدا حافظ. خانم علیا سلام. از مدیر اجازت گرفتم. امروز رویا و یعقوب رو جراحی میکنند. اگر با آنجا رفتنی باشین همراه رویم. بله به بیمارخانه میروم. کاری که یعقوب میکند خیلی کاری مردانگی است. رویا هم به او لایق است. او خواهر من است. با یعقوب همیشه فخر میکردیم. روز بخیر معلمه. روز بخیر. امروز رویا و یعقوب رو جراحی میکنند. او به همونجا میره. با اجازت شما. خدا حافظ. آه اکا بختتون رو از دست دادید. سعیده بیا در یگان جای نشست صحبت میکنیم. مرا راحت گذار هارون. رو از اینجا. من قرارم رو دادم. التماس مرا ببخش. تو گپ رو نمیفهمی. رو از اینجا. من برای تو شده حیاتم رو سوزاندم. برای تو شده مادرم رو به خونه پیرانسالار روان کردم. برای تو دکانم رو فروختم. برای تو رفتیم سعیده از اینجا میرویم. رفتیم سعیده میرویم. روکر برادر فرده دختر. من تو چی ویران کن؟ من تو چی؟ فرده گفتم دختر را. تو از حد گذر تو با نازدی من چیکار داری؟
عمر با فکر فرو رفته ای؟ حادثه دیروزه رو هیچ فراموش کردن نمیتوان. هنوز شبهه دارم. من هم همین خیلی. تیمور چی رنگی میبوفد نمیدانم. خانم همشیره، لبای آقای دکتر. خانم رویا را برای جراحی آماده کردند؟ آماده کردند. مایلش. شاهدی آن میشویم که چقدر عاشق به معشوقش یک گرده خود را میبخشد. خدا مدد رساند. اسماعیل، خوش آمدی. خوش باشی عمر. خوش آمدید. خوش باشی سرمه. میکشم تو را برادی. میکشم. از این را. بس کن تو چیکار کرده ایستاده ای؟ خود را دیوانه کردی. بس کن هارون. بس کن گفتم. خوب هستید آقای تیمور. تو را زدم. آقای تیمور. میکشم تو را برادی. هارون نکنی کارو. نکن گفتم هارون. پردازم را نکن. دیوانه شده ای مگر. دیوانه شدی تو هارون. عقلت را گم کرده ای مگر. دیوانه شده ای. باوری نداشتم که اینقدر خودت را پست میزنی. حیفی تو. رو از اینجا. رو از اینجا. رو بیادم. رو از اینجا. خوب هسته. تیمور پسرکم خوب هستی؟ اوه تو رو زدن او باش دیوانه. مرا ببخشید. همش از برای من شد. احوالم بد نیست. رفتیم به خونه داریم. بین همه جایش زخم دار شده است. رفتیم از دهان و بینیش خون میآید. زخمایش را تازه کنیم. خیرت که زنی او نشدی. تو مادر. رو نکوش. دستانت چی کند هارون؟ دستانت چی کند؟ یعنی بعد از رفتن من به سر سنم باز چیهایی که نامد. خدایا من چیکار کردم؟ برای همین فکر میکنم که شاید تو رو زود نبخشد. شاید هیچ گوه نبخشد. میدونی اسماعیل، چون که همین خیلی خوش ناکرده بر آمده رفتند او را خیلی رنجوند. اگر او را آگاه کرده میرفتی شاید اینقدر نمیرنجید. میدونی چی؟ من هم فکر میکنم که تو در نزد سنم گناهگار هستی اسماعیل. میدونم من گناهگارم، لیکن سنم یک مرتبه مرا گوش کند. التماس. اتاق جراحی آماده است. مایلش حاضر میآیم. بعد گپ میزنیم. رفتیم سرمه. علیه، با مکتب رفته بودم. معلم هم به اینجا اومدنی بودند. همراه اومدیم. انشالله همش خوب میشود خانم زینب. انشالله. عمر، فرزندانم، اول به خدا بعد به شما امانت. غم نخورید اما جان. چیزی که از دستمان آید میکنیم. خدا یارتون. سرمه دخترم، خدا مددگارتان باشد. تشکر. خدا مددگارتان. مرحمت گذارید. اوه این به تربیه قریب چشمت رو میکن. تشکر، اکنون خوبم. خدایا اگر تو نمیشدی دخترم رو میدوزدید. دخترم تشکر گوی آخر. او برای تو شده به این حال افتاد. تشکر به شما. راستی که هارون بچه خوب است. کمی جنجال کردیم. به این نگاه کنید باز خوب میگوید. تو را دزدیدنی بود. تیمور را کشتنی بود. باز او را خوب میگویی. التماس مادر جان، خانم سعیده راست میگویند. چهلی که میگویند چشم عاشق کور است. معلوم است که عاشق است و کور شده است. برای غمخواریتان تشکر زیاد. چیگه شد؟ آه حمزه اگر میدیدی این هارونی بی عقل سعیده رو دزدیدنی بود. به تیمور تشکر گوی که او را نجات داد. انا نگاه کن سعیده رو نجات بدی هم گفته خودش به این احوال افتاد. هارون، من به تو نشان میدیم. غم نخورید اما که حمزه، من به او فهماندم. وای دیگر سعیده را ناراحت نمی کند. دختری امکم را حمایت کردن وظیفه ای من است. نه نمی شود. برای من شده سرتان را در بلا نگذارید. التماس به هارون کاردار نشوید. آروم شود، عقلش به جایش می آید. خواهش میکنم.
سیده مرا دیوانه نکن سیده، دیوانه نکن سیده. مادر همش عیب شما، عیب شما. خدایا جواب نمیدهد. میترسم که یگان به عقلی نکند. پسرم سیده رو خیلی دوست می‌دارد. غم نخورید خانم هوریه، بی عقلی نمی‌کند. در جوانی این کارها میشوند. اگر یگان به عقلی کند خدا جهان او رو نگاه دار. شد خانم هوریه، اینقدر خود را عذاب ندهید. برای آن که فرزندها قدر مادر را دانند باید کمی عذاب کشند. شما را گیریاند، میگذار عذاب کشد. نه هرگز، پسری من است. سیده بی تو زندگی کرده نمیتوانم. برای تو حتی جانم رو میدهم. چی شد؟ چرا این طور میکنی سیده؟ من همان آرونم. عوض نشدم. عوض نشدم. خدایا مدد کن. خدا جان فرزندهایم را در پناهت نگاه دار. آنها به تو امانت. روزهای آخر پسرم چنان خرسند بود که حتی چشمانش می درخشیدند گویا به زندگیش بهاری نو آمده باشد. در این موضوع کمی گناهکارم. عشق پاک آنها را نفهمیدم. کور بودم. خدا خواهد آنها را خانه‌دار میکنیم. خدا خواهد. خانم رو بیا با من آید. یک کاری مهم دارم. لیکن آنها رو چخیل پرتافته می رویم. هیچ گپ نی خانم، غم نخورید. زود رفته برمیگردیم. علیا دخترم اگر بر وقت برایم به من زنگ زن. میلش مادر. بیایید رفتیم. خداحافظ پسرم. این عدلی ها قدری تو رو بد میفهمند لیکن دیر میشود. تو با کجا میروی؟ به خبرگیری اپای رویو و اکای یعقوب میروم. امروز آنها رو جرایی میکنند. نه 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 به هیچ کجا رفتن نمیگذارم. اگر باز هارون تو رو دزدیده شود چی؟ مادر جان مرا هیچ کس نمیدزدد فهمیدید؟ کنی به خانه درو. پدر در خانه. به او میگویم پایهایت رو بشکنم. من کودک نیستم کو. ها مادر جان من به بیمارخانه رفتنیم. اگر خانم سیده راضی باشن همراه میرویم. این طور باشد میلش. مرحمت رفتیم. راو کارهایم تمام شود. من هم میویم. به امه ربیعت سلام رسون دخترم. سیده میدونی چی؟ با اپاد نامزد شدنم خطا بود. کمتر دیر فهمیدم. بله همین خیلی نفهمیده بین دو دوست در آمدم. حاضر خیلی پشیمانم. لیکن جدا شدنم به خدا خوب شد. باور کن. من و سرما هیچگاه یک جا شده نمیتوانستیم. مقصدی من تنها عائله برپا کردن بود. لیکن خطا کرده بودم. من و سرما خصلت‌های گوناگون داریم. غیر از این وی به دادرم عمر عاشق است. وقتی که فهمیدم یکدیگر را دوست می‌دارند زود او را رد کردم. اکنون نمیگذارم که کسی بین آنها درآید. من به این اجازت نمیدهم. به من باور نمیکنی؟ وای البته باور میکنم آقای تیمور. من میدانم که به یک اولاد همراه شدن این آسان نیست. خیلی مشکل است سیده. من بسیار نیت‌های خوب دارم.
شاید یگان روز به تو همه آنها را گفته توانم. با بیمارخانه دیر میکنیم آقای تیمور. زودتر رویم. البته سیده و خانم زینب و مادرتون با کجا رفتن؟ نمیدونم. و ثروت دیگر شما را زیغ نمی کنن؟ نه، با کمک شما. استغفرالله، کاری نکردم. ثروت خیلی خوشبخت است که شما بر این مادر دارند. میدونید میخواستم که با مانند ثروت یک پسری دانا داشته باشم. شما خانه‌دار نشده اید؟ نصیب نشد، لیکن بسیار میخواستم که با یک زنی خوب و مهربان خانه‌دار شوم، عائله خوب برپا کنم. چون که من به فکرم در خوردی پدر و مادرتون را از دست داده اید. بله، در یتیم خانه کلان شدم. با مربیان تشکر که یتیم بودنم را حس نکردم. شکر خدا جراحی نقص گذشت. احوال هر دویشون خوب است. شکر خدا. من هم با مادرم خبر رسانم. خدا شفا تشکر. مادر جان، خبری خوش. مادر جان، من پگو کارم رو سر میکنم. با مدیر گپ زدم. دخترم با اسماعیل این رفتار نکن. مسافر است، از رفتنش خیلی پشیمان است. با من همش رو نقل کرد. حادثه های بسرت آمده و فهمیده خیلی زیاد شد. او تنها از تو بخشش پرسید. مادر جان، چرا با او نگفتید که در وقتش ما رو خوب قبول کردیم، لیکن برای وضعش چی دیدیم؟ مرا پرتوفته رفت. من هم انسانم، دل دارم و دلم درد میکند. مجبور میشم که داد زنم. رو فراموش کردن میخوام. ای بس دخترم، این خیلی نمیشود. مادامی که بخشش میپرسد قبول کن دخترم. اگر او را با بخش زندگیت بهتر میشود دخترم. سنا آقا اسماعیل. اوه دخترم. علیا آمد مادر؟ خیلی انتظار میشوی. بله پسرم، آمدنش رو خیلی انتظار میشویم. سیده باید گپ زنیم. مرو راحت گذار هارون، راحت گذار. فهمیدی؟ تنها گپ زدن میخوام. اجازت ده همش رو فهمونم. نه سیده. آشنا نشونیده مگر تو را نمیخواهد. سیده گوش کن آشنا، از حد نگذران. تو کاردار نشو. سیده آرام شو. داد و وای کردن لازم نیست. سیده پروا نکن، جاهل است. خدا با هر دویتون شفا دهد. جراحی خیلی هم خوب گذشت. خدا شفا دهد. شفا یابید. اکنون شما در حقیقت با هم دیگر پیوست شدید.
از همه مهمش خطر پسی سر شد. تشکر یعقوب. مادرم کجایند؟ بله، مادرم در کجایند؟ همینجا. پسرم، دخترم رویا، جانکم خوب هستی؟ جانکم خدا را شکر دخترم. پسرم، خادم رو بیا، وقتش رسید. انا ببینید در اینجا چی هست؟ کنی دستانتان را دراز کنید. پند رو که میبرد؟ مرحمت پسرم، خدا این کار رو به تو نصیب گردانده است. وقتی شما هم کشاده شود پند رو ببر. مبارک شود. خدا بختتون رو دهد. خوشبخت شوید فرزندانم. آمین. دخترک شیرینم، الها خوشبخت شوید. маркази продюсери ҳамсадо тақдим мекунад. 17 ва 18 сентябр соати 17 дар толури кохи борбад барномаи консерти идона бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол бо ширкати беҳтарин санъаткорони тоҷикистон ва ҳамчунин дидорбинӣ ва суҳбати гуворо ва ширин бо 5 нафар ҳунарманди силсилафилми дӯстдоштаи шумо ҳомиён аз қабили Йигит, ҳалима, наҷиб, менду ва хайрӣ чиптаҳоро аз кассаи кохи борбад то 10 сентябр бо нархи 20% арзон харидорӣ намоед. телефонҳо барои маълумот ва дархости чипта 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28. истиқлоли тоҷикистон фархонда бод. дарокшоед! дарокшоед! اینقدر تق تق نکن. ها چی شد که اینقدر داد میزنی؟ التماس با من کمک کنید. وعده دادید. همه گفته‌هایتان را کردم. یگان گپتان را به زمین نگذاشتم. با سعیده باز جنجال کردیم. تو دلش رو یافته نتوانی من چیکار کنم؟ رو از اینجا رو. التماس کمک کنید. تو اینقدر خیره بوده ای؟ رو از اینجا. وقت ندارم که با تو گپ زنم. با من وعده داده بودید. همه گفته‌هایتان را کردم. مرا با سعیده آشتیدید وگرنه مایلش پسرم، تو اینجا ایستو، من به سعیده رفته زنگ میزنم. تو آروم شو پسرم، آروم شو. مایلش او باش. پلیس میدونید در اینجا یک اوبوش. سعیده تنها صحبت کرده میتوانیم؟ بله. با من اجازت. خیر من رفتم تا بازدید. چی شده اپا جان؟ با تیمور چی مناسبت داری؟ تو رو نفهمیدم اپا. من تو رو تنها آگاه کردن میخواهم.
آخر بین ما چیزی نیست. او تنها به من کمک میکند. به من گوش کن. از او احتیاط شب خواهرم. اپا برای چی این خیلی فکر میکنی؟ به من یگم بدی نکرده است. حتی امروز مرا از هارون نجات داد. از هارون نجات داد؟ بله. خدای توبه، فکر نمیکردم اینها را از تو میشنوم. هارون همین قدر برایت خطرناک شد؟ اسماعیل؟ سرما عمر در کجاست؟ باید با او گپ زنم. با من بیایید. کنی رفتیم؟ من یگم کار نکردم آقای پلیس. من با خوشتوانم صحبت میکردم. از تو شکایت کردن. رفتیم. کی شکایت کرده است؟ کی؟ راهگرد رفتیم. شما شکایت کردید. شما شکایت کردید مادر جان. راهگرد رفتیم در شوبه انیق رفتیم. یعنی در زودتر. بی تربیه، خودت را حرمت نمیکنی، بازدوری میکنی ها؟ دردی زانوهایم نگذشت. پگاه پسرم میآید و یک طبابتی نم میگذره. دختری من هم چند هفته باز نمیآید. شاید کارش خیلی زیاد باشه. میآید، غم نخور، میآید انشاءالله. نه ملکه، من دیگر طاقت ندارم. اگر هارون از سعیده جدا شود نابود می شود. من به سعیده زنگ می زنم. الو؟ این توی هوریا؟ با تو کی لازم؟ سعیده در خانه نیست. به خدا برای جدا نشدنشون خیلی کوشش کردم. هارون هم یک دیوانه بوده است. با همه جنجال میکنه. در آخر پلیس او را گرفته برد. چرا این طور میکند نمیدونم. پلیس او را برد؟ هارون در شعبه پلیس؟ هوریا خواهرم، به خدای خود را از دست ندهید. هوریا خواهرم، دکتر را جیغ زنید. دکتر را جیغ زنید زودتر. دکتر را جیغ زن. هوریا خواهرم. هوریا به شما چی شد؟ خود را با دست گیرید. پسرم را پلیس برده. زیت نشم، همش خوب می شود. هارونم را پلیس برده است. خانم هوریا. گوش کن هارون، تو رو میدونم جوان خوب هستی، لیکن این خیلی نمی شود. به خانه زده در آمدن گناهی کلان است. باز خانم حلیمه را زدنی بودی؟ از خودت کلان است. باز به نزدیکی خوش‌آمد می شود. دروغ است کمیسر. من به او دست نرسوندم. من تنها از او کمک خواستم. برای با نامزدم آشتی شدن کمک خواستم. لیکن او دیگر چیز میگوید. کمیسر مایلش حاضر تو رو جواب میده، لیکن بعد از این خودت رو با دست گیر. فهمیدی؟ فهمیدم کمیسر. رو از خانم حلیمه بخشش پرس. برای جنجال های ناچیز به شعبه پلیس نآیید. اگر باز خانم حلیمه را ناراحت کنی این خیلی با آسانی خلاص نمیشوی. اکنون میتوانی روی. مادر، با علی گپ میزنم، از او بخشش میپرسم. باز با مانند روزهای پیشتر میشود. همه در یک جا زندگی میکنیم. از ایشیل زودتر جدا شده با علیه نکاح میکنم. مادر، با زنگ های من جواب نمیدهد. التماس میکنم شما زنگ زنید.
زنگ زده چی گویم؟ پوشایمان شدنم رو، فریب خوردنم رو، همش رو گویید. فکر میکنی که آسان است؟ او را زده از خانه پیش کردی، فرزندانت را سرگردان کردی، یک کشدم رو به خانه آوردی، دیدی که با کشدم زندگیت زهر گشت، باز علیه رو به خانه برگرداندن خواسته. چی؟ خانه دار شوی برای تو بازی است پسره؟ بازی است؟ انا بعد شرف و ناموس علیه هم بازیچه نیست. چیکار کنم؟ چیکار میکنی؟ اکنون فکری با او آشتی شدن رو فراموش کن. آن در پوشیده شد. عائله برپا کردن، خانه‌دار شدن در نزد خدا خیلی خیلی مهم است. کسی که نافرمانی میکند آن در پوشیده میشود. کشادن آن در قریب که غیر امکان است پسرم. اکنون اگر حتی علیه خواهدم آن در به آسانی کشاده نمیشود. اکا مادرم راست میگوید. نه، با علیه باید گپ زنم. او زنی من است، مادری فرزندهایم. نه مادر جون، من به بیمارخانه میروم. به خبرگیری اکا یعقوب سلامی مرا رسان دخترم. سنم، با علیه بگوی که نزدم بیاید. با او گپ زدن میخوام، التجا میکنم. مایلش اکا، با او میگویم. خانم رابیه، چیزی گفتن میخوای پسره؟ شما دخترتان علیه رو خیلی خوب تربیت کرده اید. خیلی زنی با آداب و مادری مهربان است. باز خیلی زنی زیبا. من اول با شما گفتنی بودم. خانم میدانید علیه با اخلاقش، با مادری خوب بودنش دقتم رو جلب کرد. فکر میکنم که من و جفتی خوب میشویم. اگر قبول کنید میخواستم برای او رو خواستگاری کردن به خانه تان آیم، اگر معقول باشم. مایلش پسرم. یک خود نوشیدن میخوای دوستم؟ گیر دردت رو فراموش میکنی، این رو نوشی پرواز میکنی. اگر با دو خود مست نشدی انسان نباشم. نه نمیخواهم. نمیدونم از او چه خیلی بخشش پرسم. او را خیلی دوست میدارم. بعد از اون که او را دیدم زیادتر دوست داشتم. سلام. ببخشید عمر سرما، من به خبرگیری یعقوب و رویا آمدم. تو بازدید. سلام. ایستا. التماس یک طرفی است. همه چیز را میدانم سنم. با عمر خانه‌دار شوید را، از برای من به سرت چی ها آمدنش را، چقدر پرطاقت بودنت را میدانم. من همه عذاب‌هایت را میدانم. اگر راضی شوی با تو خانه‌دار شدن میخواهم سنم. دیگر از پیشم نبرو سنم. التماس. با سنم گپ میزنی عمر؟ بله گپ میزنم. اما که قربان خوش آمدید. خوش باش عمر. آمدم که به معلم رویا و معلم یعقوب خدا شفا دهد گویم. اینقدر خوشبخت هستند. بعد اینقدر عذابی کشیدهشون خوشبخت میشوند انشاءالله. انشاءالله. باز هارون بس اکنون. سایده من رو دیوانه نکن، فهمیدی؟ تو مست هستی؟ بله. خدایا توبه، باز با مای دست زده ای. هارونه که با مای نگاه نمیکرد مای پرست شده است. حیفی تو.
نمیدونستم که اینقدر دست میافتی. سعیده آخر من رو بفهم. سعیده اکنون برابر شدیم. انا این را قصاص میگویند. سعیده را فراموش کن. او از من است. شنیدی؟ او از من است. امشب به خانه اشان مرا دعوت کردند. به آنها یک تحفه غیری چشم داشت می شود. پلید نه او رو به تو نمیدیم. مادر جان تنجی است؟ مهمون می آید دخترم. کی می آید؟ تیمور. تیمور؟ ها دخترم، تو را از هارون حمایت کرد، اویلمان را از ایشیل خلاص کرد. باید به او تشکر گوییم. غیر از این او امک بچه او را دعوت کردم. سعیده هارون دیگر به نزدت نآمد. درباره او با من گپ نزنید. گپ نمیزنم دخترم، او را فراموش کن. Biz Solagi İstikloliyati Cumhuri Tojikiston mübarek dostoni aziz. Bu şumar dar koki borbat intizar. Biz Solagi İstikloliyati Cumhuri Tojikistan mübareki dostani aziz. Bu şumar Rusya habdahu ve hajdahu misenti bar intizara. Hama şumar dost madara. Hamsadoy dili مو شما بگوی در انگشتر این چی رو میبینی؟ ببخشید امک قربان، خواطر شدم. نامزدی رویا و یعقوب به یادم آمد. برای همین ببخشید. و من گوش کن. این انگشترین خیلی قصه سخت دارد، مگر همین خیلی نه؟ از امتحان وزمین گذشت، در آخر تو را خوشبخت کرد. خوشبختیت را با کسی تقسیم کنی با زیبا می شود، برکت زیاد می شود. پسرم وقتی که به اینجا می آمدم از نزد یک خانه گذاشتم. یک زن با 4 فرزندش زندگی می کند. شوهرش کایها مرده است. احوالشان خیلی وزین است. خانهش در نزد خرسنگاه است. چیزی که با دستی راستش میگیرد با دستی چپش تقسیم میکند. آنها را خوشبخت کن، همه وقت خوشبخت میمانی. انا دخترم میآید. بیا دخترم، من هم رفتنی بودم، با مرکبی گپ زدیم. با اجازت در امان خدا. خداحافظ. خداحافظ امک قربان. مرحمت شین. چی گپ داشتی عمر؟ با تو درباره اسماعیل میخواهم گپ زنم. اجازت میدی؟ البته عمر. اسماعیل میخواهد به تو خانه دار شود. از کارهای کردهش خیلی پشیمان است. میدونم، گفته بود. خودت قرار برار سنم. تو رو مجبور کردن نمیخواهم سنم، لیکن یک چیز رو نگفتن نمیتوانم سنم. تو باید او را فهمی و ببخشی. چی قراره که نبراری حق داری. اختیارت، لیکن اسماعیل پشیمان است. همه خطا میکنند، لیکن برای اصلاح شدن با او امکانیت دادن لازم. آینده او در دستی تو سنم. او را گوش کن چی میگوید. شاید
شاید او در حقیقت گناهش را فهمیده است. اگر تو گوش کنی مایلش گوش میکنم، البته گوش میکنم، لیکن او رو هیچ گوه نمیبخشم. اجازت میدی؟ البته سنم. ببخش. به خود بیا، عقلت رو کار فرما، حسیات رو فراموش کن، به عقلی نکن، به عقلی نکن. سلام. سلام سرما. وای من به خونه میروم، ببخش. او با تو گپ میزند اسماعیل، لیکن باید به او وقت دهی. عمر سنم گریه میکرد. نه تیار شو سرما، میبراییم. خودی حاضر؟ بله حاضر. یک قرار دادم. چی قرار؟ حق انگشترین رو میدهیم. چی گفتنی هستی عمر؟ نمیفهمم. تو میروی یا نه؟ البته میروم. حاضر لباسم رو عوض کنم؟ فقط زودتر. عمر نمیگوی که به کجا میرویم؟ اول به داروخانه میرویم، بعد به مغازه یگان چیز میخریم. تو چی فکری داری؟ لیکن نمیدونم چی. کنی بینیم حق انگشترین چی بوده است؟ مادر جان، نه پدرم در پایان چی کار میکنند؟ از کجا دانم دخترم؟ به فکرم برای پولهایش را پنهان کردن صندوق میسازم. سنم دخترم، اگر خواهی کمی فکر کن. اگر آمد تو را پیش نکن. شرطهای آن وقت گذشت، به یک دیگر موافقی. بختت رو پیش پا نزن، شاید تو را خوشبخت کنه دخترم. مادر جان در این باره گپ زدن نمیخواهم. این چی صدا است مادر جان؟ پدرت باز هم مرا شکسته پرت. آها شیما. علیا من با نستت می آیم. انا همینجا، خانه ای که امک قربان گفته بودم. مادر جان خیلی گرسنه ماندیم، خوراک نیست؟ پسرم تموم شد، همش رو خورده. لیکن سر نشده. مادر جان آخه شما جوراب میگفت کو؟ شیک نکنم، باز کمی طاقت کنید. پگاه جوراب رو گفتم رو فروشم، با پولش به شما خوراک میخرم. مادر جان شما خیلی مهربان هستید. ما شما رو خیلی دوست میداریم مادر من جان. هم شما رو دوست میدارم. میدرویم. روز بخیر. خوش آمدید. بخیر. اپا جان اینها رو گیرید. التماس برای کودک‌ها خوراک، پوشاک، بازیچه گرفتیم. التماس گیرید. شما آقای دکتر، خانم سرما، پگاه کودک‌ها رو با بیمارخانه بیارید، آنها رو میبینیم. ایلش شما را کی فرستاد؟ وضعیت ما را کی به شما گفت؟ یک بنده خدا گفت اپا التماس قبول کنید. باز ما با مغازه نامتان رو دادیم و چیزی که احتیاج داشته باشید شرم نکرده گیرید. پولش رو ما هر دویمون پرداخت میکنیم. خدا از شما راضی باشه.
وای به خونه می در آمدید. دفعه دیگر انشاءالله. تشکر. خدا شما را در هر دو عالم خوشبخت کند. تشکر به شما. وای اپا جان شما جوراب میفروشید، پگو با بیمارخانه بیارید میلش. از جورابی دست بافت چیز خوبتری نیست. با هم کورونمون میگوییم یک تویی میخرند. میلش میارم. خدا از شما راضی باشد. سیده را فراموش کن. او از من است. شنیدی او از من است. امشب خانه اکشان را دعوت کردن. با آنها یک تحفه غیر چشم داشت می شود. من هم برای تو یک تحفه دارم تیمور. آرام پسر همین چه احوال است؟ به شعبه پلیس رفتم، فهمیدم که جواب دادد. آرام چرا سر و رویت زخم دار؟ به تو چی شد پسرم؟ آرام چقدر دخترک زیبا. خوراک هم هست، شکلات هم هست. چه خوب برای دادنم شیم نکنی من فرزندانم. درست گفته بوده عمر، انگشترین حق داشته است. گوش کن چی میگویم. بیا این کارو تا روزی توی دوام میدهیم. چی گفتی؟ زورمون راست تا مردن دوام میدیم سرما. اکنون نوبت من. باز چه نوبت؟ من یک قرار دادم. میرویم؟ چی قرار؟ با کجا میرویم؟ با تو یک چیز گفتن میخواهم. در اینجا قبضن. تو میروی یا نه عمر؟ رفتیم. پسرم ایست. هارون پسرم ایست. هارون بیا اینجا شینیم. تو رو خیلی یاد کردم پسرم. برای چی با من گپ نمیزنی؟ مادر سعیده مرا از خونه پیش کرد، با پلیس شکایت کرد. سعیده برای آن نگاه نمی کند. با من خیانت کردن مادر. برای چی این خیل شد؟ برای چی؟ من با آنها گپ میزنم پسرم. سعیده تو رو دوست میدارد. آرون تو مست هستی؟ یعنی باز شراب مینشی؟ آرون روزت را نشون میدیم تیمور. ایست آرون. سردید هارون نیست. نرم هارون نیست. برای چی ما رو با این جواری سرما؟ در یاد داری عمر؟ از همه گپای سخت رو در اینجا با تو گفته بودم. یاد داری؟ و چشم خوندم که بسری تو بابو نگاه نکردند. روی تو رو نپاییدند. های وقتا در حیاتی تو میدت تو مر. های بزافانم در یک سطح نامی تو رو گرفتم. تو رو دست ندارم نگو. هارون نیست. پسرم ایست. هارون با یاد آوردی عمر؟ اکنون همش گذشت سرما. همه اون گپای گفتم رو پس میگیرم. مرا ببخش عمر. سرما من همش رو فراموش کردم. برای این گپا رو گفتن مرا به اینجا آوردی. در همون جا هم گفتم میتوانستی. نه عمر، نه عمر، گپ در جایش وزنین است.
حاضر وقتی این گپا نیست. نوبتی تو هست عمر. نفهمیدم. تو هم به من داد زن. چی؟ برای اون گپایی گفتم تو هم به من داد زن. تو جدی میگویی سرما؟ بله. هر باری که اون روز به یادم میاد من زیخ میشم، عذاب میکشم. این رو باید به آخر رسونیم. مایلش مادام که اینقدر میخواهی کسی که گل را دوست می‌دارد به خورش هم طاقت می‌کند سرما. خدا گل را با خورش آفریده است. به فکر تو گل به خور معنا داشت. به فکر تو اگر گل به خور میشد اون وقت بلبل چقدر می‌سرایی. فکرت پسرم، فکرت سنم، فکرت رو ندیدی؟ در حجرش رو نیستن؟ نیست. ترزا و درهای پایان را خیلی خوب محکم کردم. زمان خوب نیست که میداند که دوز میدرد نخواست. خیلی که میگویم دروازت را محکم کنه، همسایت را دوز نگیر. این برای من سیبکا، این نظری من. آقای هاشم فکرت رو ندیدی؟ در حجرش نیست. نیست نباشه. خدایا کمک کنم اگه فکرت گم شو از اینجا. برای چی داد میزنید؟ با شما چی بدی کردم؟ خدا توبه. علیه هم مادر جان. معلم چگونه انسان است؟ هوش و یادش در توست. رشته کنده شد. احتیاط شو سوزن به دستت نخلد. مادر جان تو چی میگویی دخترم؟ من 2 فرزند دارم. این چه خیلی میشود؟ امشب به خواستگاری تو میآیم. گفتم که احتیاط شو. اگر باید با واقع شود من چیکار میکنم؟ چیکار کردن میخوای تیمور؟ لبای امک جان با هاشم درباره بعض نقش‌هایت گپ زده ای. با من هم نقل کن. میخواهم با من هم بگویی. البته امک جان، البته نقل میکنم. میدانم اینجا محله خرد است، لیکن این خیل نباید استیم. ما عدلی ها باید یگان کار کنیم. البته باید یگان سرمایه گذاری کنیم. اما که هاشم هم همین را میخواهند. همینطور نه؟ این کی باشد؟ هارون؟ او چه بر اومده باشد. خدا نشان ندهد اگر رفتن. باز
باز خودش رو معیوب میکند. شاید به نزد اپای علی هم رفته تا آنجا رفته نمیتواند دخترم. به سرش یگان چی ناومده او را یافتن لازم. رفتیم. اسماعیل پسرم کمی دیر آمده لیکن سنم اسماعیل اکای فکرتم رو میکوبیم. ببخشید من کمک کرده میتوانم. مایلش بیا کمک کن. بیا تو با خونه کی سنگ میپرتوی ابله؟ ها؟ کنه دف شو از اینجا. دف شو. او نامزدی من است. سعیده نامزدی من است. او نامزدی من است. رو خورده. دف شو از اینجا. عمر جان ایستید. بس کنید. مونید مست است. چیکار کردنش رو نمیداند. آروم شو. با کدام عقلت با خونه من سنگ میپرتوی ها؟ یا دف شو از اینجا. ابله. پدر جون رفتیم پدر. دف شو از اینجا هارون. پدر جون این هارون نیست. هارون مرد. سعیده آقای فکرت با شما چی شد؟ روید از اینجا کنی بیا رفته خدایا فکرت خوب هستی؟ خیلی آیسته احتیاط کن آیسته عزیزم انا خیلی آیسته او تا اینجا چه آمده باشد باز نفتد یک گنجوهش رو نشکند از دهانت شمال برد هاشیم خدایشو ندهد شاید به این طرف رفته باشد رفتیم به این طرف رفتیم زودتر بیا با دقت باش شین در اینجا شین کمی دم گیر خوب بشه بدمش گریه نکن فکرت کسی که خودش میافتد نباید گریه کند اما که قربان با من کمک کنید من زندگیم را از نو آباد کردن میخواهم با همسرم از نو یک جور شدن میخواهم در این دنیا کسی که دانسته خطا میکند شربتی اجل را مینوشد خدایا التماس یک فرصت ده برگردم میگوید دیگر خطاهایی کردم را نمیکنم گریه و ناله میکند لیکن بفایده برای چی بفایده چون که کسی خطا را فهمیده کرده است که به او رحم میکند کسی که به خود خوبی نکند عشقش را کشته باشد چی کار کردن میتواند تو عائله گل برینت را با دستان خود ویران کردی عشقت را کشتی عزیزم من عشقم را نکشتم اما که قربان جدا شدن چی است جانم البته معلوم است چیزی است که خدا ناز نمیبیند تو باشید برای ذوق یک لحظه اینه عائلت را ویران کردی اکنون مسئله برای هر دو طرف خیلی دیر شد اکنون او را مجبور کردن میخواهی جوابش خیلی جزای سخت میشود تو چیزی که نگویی اکنون زند رد میکنن معلوم است یعنی تو در یک چاه هستی که برآمدنش خیلی مشکل است اکنون برای تو را پرستاری کردن باید با خودت زن دیگری آبی نه ایستا قربانت شوم ایستا چی گفتی؟ سردید مرا سردید با من کاردار نشوید علیه رو به خانه میارم به فکری من فکرت پسرم اول عقلت رو بجا بیار
اگر عقلت رو به خود بیاری هم برای خودت و هم برای آنها خیلی کاری خوب میکنی. با من کاردار نشود اما که قربان، من نصیحت نمیخوام، اویله هم رو میخوام. به خوبی نشود با زوری این کار رو حل میکنم. در اونجا فکرات پسرم بیا بخورم. سردین مرا با علیا باید گپ زنم. برای چی نمیفهمید؟ باید علیا رو ببینم، با او گپ زنم. بهترش به یگان زنی دیگر خانه داشتم، لیکن فراموش نکن که خوشبختی به زوری نمیشه. مایلش پسرم رفتیم سیده نرم. بیا پسرم. بیا پسرم. بیا همش خوب میشود پسرم. بیا دخترم اگر خواهی تو به خانه رفت سراسیمه شده در رو محکم نکردیم، ما به خونه رو بیا میرویم. مایلش مادر جان. رفتیم پسرم. سنم ها مرا بخشیدی؟ نه دستگیری کلی اطلاعاتی مرکزی پرودیوسری همصدا روزنامه اویلوی محبت. هر هفته شما معلومات‌های جالب را درباره فیلم‌های هومیان و محور حقیقت تنها طریق هفته‌نامه محبت به دست می‌آورید. محبت بزرگترین احساس شما. 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی بوربات انتظاریم. امر جان وای جوان است، چیکار کردنش را نمیداند. شما کلانتر هستید، پروا نکنید. خدا نشان ندهد و فشارتان بلند شود. دیدی چکل بچه بودو با کسی دشمنی کردن نمیخواد. اکنون دیر شد، من میروم. با شما شب خوش. با کجا سعیده دخترم؟ سرم درد میکند مادر جان، کمی دم گیرم. دخترم مهمان را گسیل کن وگرنه عیب میشود. آخر همه این کار را برای تو کرد. خانم سعیده حمزه تیمور ما را خیلی دوست می‌دارد. او حتی با خیانت سرمه چشمش رو پوشیده ما را دوست می‌دارد. همین طور نه؟ حلیمه من با تو یک قهوه تیار کنم حمزه. شمایید؟ اما جان علیا در خونه است. مرحمت گذارید. مرحمت. در صدیقه سعیده لبای آقای تیمور به تو گفتنیم که چشمانی تو را دیده عرف عادتها را فراموش میکنم. این جسارت را از کجا پیدا کردم نمیدانم، لیکن باید گویم که تو بسیار آدمی خوب هستی، خیلی دل صاف هستی و من این را اکنون فهمیدم.
نرگس، ثروت، با بیبیاتون خوش آمدید نمیگویید مگر؟ بیبی جون خوش آمدید بیبی جون. رفته دستی بابایتون رو هم بوسه کنید. خوش آمدید بابا جون. خوش آمدید بابا جون. ثروتم، نرگسم. پسر کنی؟ شام بخیر. معلم خوش آمدید معلم. خوش باشید. نهایت تنها موندیم. بله. حاضر در این دنیا از همه آدم خوشبخت‌ترین من هستم. من هم. زحمت کشیدی عمر، خودم می آمدم. باشد، تو رو تنها گذاشتن نمیتوانستم. وای سیده نیست مگر؟ سیده ببخشید آقای تیمور. لیکن حالا چیزی که میخواستم نگفتم. میدانم که حالا وقتش نیست، ولی باید این شب گپ زنم. آروم. عمر البته شاید سراسیمه شدم، لیکن اگر با من خانه‌دار شو گویم قبول میکنی سیده؟ لازم نیست پسرم، لازم نیست. маркази продюсерии ҳамсадо тақдим мекунад 17 ва 18 сентябр соати 17 дар тонури кохи борбад барномаи консерти идона бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол бо ширкати беҳтарин санъаткорони тоҷикистон ва ҳамчунин дидорбинӣ ва суҳбати гуворо ва ширин бо 5 нафар ҳунарманди силсила филми дӯстдоштаи шумо ҳомиён аз қабили Йигит, Ҳалима, Наҷиб, Менду ва Хайрӣ чиптаҳоро аз кассаи кохи борбад то 10 сентябр бо нархи 20% арзон харидорӣ намоед.
телефонҳо барои маълумот ва дархости чипта 907 502828 907 592828 907 79 2828. истиқлоли тоҷикистон фархонда бод. 20 солагил истиқлолияти ҷумҳури тоҷикистон муборак. дӯстони азиз, мо шуморо дар коки борбад интизор. ба таваҷҷӯҳи мухлисони силсила филмҳои студияи ҳамсадо, ҳомиён, меҳвари ҳақиқат ва мисли юсуф, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки аз фурӯшгоҳҳо дискҳои галаграммадорро харидорӣ намоед. Галаграмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галаграмма надоранд сифати паст дошта қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галаграммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалаграммаро дидед, бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо.